نکاتی برای تایید حساب آمازون. توی این جلسه من یه سری نکات رو به شما یادآوری میکنم که با رعایت این نکات میتونین حسابتون رو در کمترین زمان به تایید برسونید. هرچند این نکات به نظر ساده میاد ولی برای آمازون بسیار مهم هستن، پس یکم جدی بگیریدشون. بریم جزئیات رو با هم ببینیم. این ویدیو به شما کمک میکنه تا مراحل تایید هویت ویدئویی آمازون را با موفقیت پشت سر بگذارید. تعیین هویت ویدئویی یکی از مراحل مهم در فرایند ثبت نام فروشندگان جدید در آمازون هست که به منظور اطمینان از هویت واقعی فروشنده ها انجام میشه. با پیروی از این راهنمای گام به گام میتونید اطمینان حاصل کنید که تمامی مدارک و شرایط لازم را برای یک تایید هویت موفق فراهم کردید. اطمینان حاصل کنید که اینترنت پایدار و سریع دارید. بهتر است که از اینترنت وای فای استفاده کنید. دوم، اطمینان حاصل کنید که همه مدارک رو آماده دارید، کارت شناسایی معتبر و همینطور صورت حساب بانکی یا صورت حساب کارت اعتباری که به نام و آدرس شما ثبت شده هست و در یک محیط روشن و بدون مزاحم مستقر بشید. نور طبیعی یا لامپ روشن به گونه‌ای که صورت شما کاملا مشخص باشه. قبل از شروع یه معرفی کوتاهی از خود و کسب و کارتون ارائه بدید. من فلانی هستم و در حال ثبت نام به عنوان فروشنده در آمازون و میخواهم اطلاعات مورد تایید قرار بگیره، البته که به انگلیسی هم متن رو آماده کنید و از روی متن بخونید. اطمینان حاصل کنید که دوربین و میکروفون شما روشن باشه. آمازون از شما میخواد که کارت شناسایی خودتون رو نشون بدید. کارت شناسایی خود رو به صورت واضح و بدون پوشیدن قسمتی از اون در مقابل دوربین قرار بدید. کارت رو به صورت افقی نشون بدید که تمام جزئیات اون خانه باشه. آمازون ممکنه از شما بخواد صورت حساب بانکی یا کارت اعتباری خودتون هم نشون بدید که حتما اینها رو در دسترس داشته باشید و جلوی دوربین قرار بدید. آمازون حتی ممکنه از شما بخواد که برخی از جزئیات رو تایید کنید. به دقت به سوالات آمازون پاسخ بدید و اطمینان حاصل کنید که همه اطلاعات دقیق و مطابق با مدرک شما ارائه بشه. نام کامل شما چی هست؟ کارت شناسایی آیا متعلق به شماست؟ آیا آدرس روی کارت درست هست؟ از این نوع سوال‌ها. پس از تایید آمازون ممکن است شما بخواد تا از خودتون یه عکس بفرست، یه عکس واضح و در نور مناسب باشه و در نهایت از شما میخواد که تماس رو به پایان برسونید. ممنون از زمانی که گذاشتید و امیدوارم اطلاعات به درستی تایید شد. واقعیت اینه که این مرحله یه مقدار طولانی هست، برای همین سعی کنید صبور باشید و دقت کنید که هیچ مدرکی مشکلی و مخدوشی نداشته باشه وگرنه شما مجبورید دوباره مراحل رو از اول برید و اطلاعات روی کارت هاتون حتما خوانا باشه و عکسی هم که میگیرید نور کافی وجود داشته باشه که مدارکتون رو آمازون بدون هیچ مشکلی تایید کنه. ممنون از اینکه تا انتها با من همراه بودید. اگه سوالی داشتید حتما توی کامنت ها بپرسید. اگرم از ویدیو خوشتون اومد لایک و اشتراک فراموش نکنید. موفق باشید. بدرود.